شهروند تاجیکستان فیروز سلیموف که زاده دوشنبه است و 10 سال آخر در شهر اکاترینبورگ روسیه در ساختمان کار میکرد، زن و 4 کودکش را در اکاترینبورگ مانده خودش اختیاراً به جنگ اوکراین رفته است. فیروز سلیموف به رسانه‌های محلی اورا رو گفته است برای حمایت روسیه از دشمن به جنگ می رود. برای من این مسئله ناموس است. مرد باید وطن، پدر و مادر و زن و فرزندانش را از دشمن حمایت کند. به همین خاطر من خود را همچون اختیاری نامنویس کردم. امروز همه ساکنان روسیه باید متحد شده از ولادیمیر پوتین پشتیبانی کنند، چون که ما امروز تاریخ را برای نسل‌های آینده می نویسیم، مثل بابایان ما که سال 1945 تاریخ را برای ما نوشته بودند. با چنین سخنان بلند اظهار نظر کرده است فیروز سلیموف. او گفته است که تصمیمش اهل خانواده او را ضیق و خواطر کرد، ولی آنها از او پشتیبانی میکنند. نزدیکانم به خصوص همسرم به تشویش افتادند، ولی همسرم مرا دستگیری میکند. البته وزنین است وقتی که کودکان را در خانه گذاشته میروید، ولی من باور دارم که فرزندان من به خصوص پسرم با من افتخار خواهند کرد. فیروز سلیموف برای نقطه جمع‌آوری سربازان قراردادی بار خلطش در دست آمده بود. گفته می شود که همسرش برای او همچون توشه راه نان تاجیکی پخته است. من تیار شده آمدم، بار خلطم با من است و آمادم همین حالا به محل عملیات بروم. همسرم برایم چند نان تاجیکی پخته است و باز هر خیل شیرینی ها گذاشته است در بار خلطه. نقل کرده است فیروز سلیموف. او همچنین خبر داده است که او را به بتالیون دسانت هوایی قبول کردند. فیروز قبلا در ارتش تاجیکستان خدمت کرده رتبه سرژانت داشته است. 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پی کمبود شدید نیرو روبرو شدن و مجبور به عقب نشینی شدن ارتش کشورش در جنگ اوکراین فرمان درباره بسیج سازی یا موبیلیزاسیون به صف قوه‌های مسلح این کشور را امضا کرد. یک روز از آن پیش دومای دولتی روسیه قانون را قبول کرده بود که بر اساس آن شهروندان خارجی علاقه بعد یک سال امضای قرارداد برای خدمت در صف ارتش این کشور می توانند صاحب شهروندی روسیه شوند. از آن پیش شهروندی روسیه به زرخریدان خارجی تنها بعد 3 سال خدمت در ارتش این کشور داده می شد. و اما روز 22 سپتامبر سفارت تاجیکستان در روسیه شهروندان تاجیک را هشدار داد که از اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو دولت‌های خارجی خودداری نمایند، زیرا مطابق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای این عمل جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. از اول جنگ روسیه و اوکراین علاقه خبر کشته شدن بیش از 20 تن از زادگان تاجیکستان به دست رسیده است. اکثر آنها به صورت قراردادی در ارتش روسیه خدمت میکنند. اخیرا خبر آمده بود که روز 15 اکتبر سال 2022 در یک مشقگاه یا پلیگون حربی در ولایت بلگراد در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین دو جوان تاجیک میروب رامونوف 23 ساله و احسان امینزاده 24 ساله بالای همخدمتان خود تیر کشیدند. در نتیجه 11 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شده. هر دو جوان تاجیک را نیز به هلاکت رسیدند. در این پلیگون سربازان را پیش از فرستادن به جنگ اوکراین مشق می‌دادند.